معنی سوال برادر عزیز ما آن بود که تاجیکستان تکیه نکرده به یکی از کشورها میتواند که مستقل باشد یا مستقل نباشد. من به شما واقع بینانه میگویم که کشورهای کوچک مثل تاجیکستان البته همیشه باید که مثلا به یگان کشور بزرگتری تکیه کنند. این یک خواهیم ما نمیخواهیم، زندگی همین است. لیکن اون بسیار کشورهایی هستند که کوچکتر از تاجیکستان هستند ولی مستقلیت دارند. کشور در آن حالت مستقل می شود که حکومتش تکیه بر خلق داشته باشد، حکومتش دستگیری خلق داشته باشد، پرزیدنتش دوست داشته خلق باشد، پرزیدنت باشد که فرزند همین دیار باشد و فرزند هر یک خاندان باشد. پرزیدنت باشد که در هر یک خاندان تاجیکستان اون نفره فرزند خود، پدر خود، برادر خود دانند. پرتریتش در ماشیناشون باشد، پرتریتش در خانه هاشون باشد و هر یک شهروند تاجیکستان داند که این پرزیدنت رمز این ملت است و این ملت برای این پرزیدنت به پا میخیزد. اگر همینترین حکومت و همینترین ساختار شود ما میتوانیم مستقل باشیم. و این روزی که تاجیکستان مثلا برای چه رحمانوف سخت میترسد، دستگیری خلق ندارد، برای همین در خارجه دستگیری میکند. اگر رحمانوف میدانست که 70% تاجیکستان مثلا یا 60% تاجیکستان از پشتیبانی میکند و از یگان کشور نمیترسید و مثلا میترسد که هر یک کشور خواهد میتواند که در دوام دوری در تاجیکستان تبادلات گذراند. و چیزی دیگر مثلا ما می‌بینیم که در تاجیکستان بعضی دوست یکمی روسیه یعنی کلانترین بعضی حربی روسیه در کشور ما است و البته رحمانوف هیچ گاه مستقل بودن نمیتوند. و همون انکدوت هم که یک زمان من در چاپ کرده بودم، همین انکدوت این روزم چی است، این روزم واقعیت خود حیاتی بودن خودش گم نکرده است. رحمانوف با بریس یه تلفن میگه که بریس نیکلایش تشکر زیاد به شما، من همون مرسیدسی که فرستاده گرفتم در روز تولدم، لیکن اون مرسیدس روی نداشت. رحمانوف میگه که یکی میگه که امام علی سدید زرلیون او فریاد نبودیم از مسکوی. برای همین پادمی که رحمانوف هست، رحمانوف بسیار خیانت‌ها کرد و یکی از خیانت‌های اساسی‌ترین رحمانوف همین است که آشکارا باید گفت بودن یک ارتش بیگانه در هر یک کشوری نباشد، این همیشه مایه خطر است. و البته ما نمیتونیم دعوا کنیم که قسمت آینده این پایگاه حربی چی می شود، ولی در از مدت این مسئله باعث چی است؟ باعث بسیار فکر کردن و اندیشه کردن است. و چیزی دیگر همین رحمانوف چنان خیانت‌های به حق خلق تاجیک کرد که بغیر آن که مسئله های امروزه ما داریم، این فردای ما تاریک کرد. به خاطر چی؟ مسئله اون زمینی که به خطای فروخت، این مسئله برای حکومت آینده درد سر است. مسئله بودن پایگاه دوست یکم روسیه در تاجیکستان، این برای حکومت آینده یک درد سری نوی ایجاد میکند. مسئله اون که در همین 20 سال یک نسل پیدا شد که خواندن و نوشتن سواد ندارد، این یک چی است؟ این یک درد سری دیگر برای حکومت نو است. این بعد بودن اقتصادیات، تماما فلج شدن کارخانه ها، این هم یک درد سر برای حکومت نو است. برای همین این کثیف اینقدر خیانت به مردم ما، به خلق ما، به تاجیکستان و به کشور ما کرد که من نمیدونم چندین 10 سالهای دیگر لازم است که ما این بیرانهای رحمانوف آباد کنیم، ما این زخمای رحمانوف توبه کنیم. واقعا یگان کس در تاریخ، یگان نفر در تاریخ مثل این رحمانوف به تاجیکستان خیانت نکرده.